پادشاهی کوچیک واقعی روی زمین. در کوههای یونان چین یک قلمرو مینیاتوری رویایی قرار داره که صدها کوتوله توی اون زندگی میکنن. قد همه اونها زیر 1 متر و 30 سانته و خونه هاشون هم مینیاتوریه. این مکان جذاب پارک بومشناختی پروانه‌های جهانه که در حومه شهر گونمینگ قرار داره. بیش از 100 تا کوتوله از سراسر چین توی این پارک زندگی میکنن که بین 18 تا 50 سال سن دارن. اونا نقشای مختلفی رو به عهده میگیرن، مثل پادشاهان، نگهبانان، دیپلمات و بازرگانان و یک پادشاهی واقعی از یک افسانه به وجود آوردن. محیط زندگی اونها با ما بسیار متفاوته. در حالی که ما توی ساختمان‌ها زندگی می‌کنیم، اونا در خونه‌های قارچی شکل زندگی می‌کنن. علاوه بر این، تمام تخت‌ها، میزها، صندلی‌ها، نیمکت‌ها و مایحتاج روزانه‌شون به صورت سفارشی و متناسب با قد اونا ساخته میشه. در اینجا اونها از تمسخر و تحقیر بدورند و همه روی شادی تمرکز می‌کنن. شاید در این دنیای افسانه‌ای زندگی زیبای خودشونو پیدا کردن. این پادشاهی کوچیک نه تنها یک جاذبه گردشگریه، بلکه یک پارک عجیب و غریبه که لذت زندگی و یادگیری رو توش جشن می‌گیرن.